مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب، به یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه بخواهیم بپذیریم، مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است. این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه. خب اگر چنین اشتباهی پیش آمده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدن. البته این حکومت موقته. در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال بکنند حکومت می شود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح اونها نیست موافق نیستند که روحانیین پستهای دولتی را اشغال بکنند، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر میکنند که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و به او گرایش دارند و او را میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما اینکه مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که طراز اولی را 5 نفر از طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف
اصول و ضوابط اسلامی نباشد، اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت رو پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می‌کردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردند یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتند، و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی به اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه‌ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولاً خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونند و وابسته میدونند و افتخار میکنند، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگه بناست در کشور ما دموکراسی باشه، من چرا قبلا به یه مکتب خودم را متعهد و ملتزم کردم و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.